سلام بچه‌ها، امروز اومدیم با رقابت 25 آینده این همه زامبی. بچه‌ها به نظر من که زامبی برنده میشن. بریم ببینیم کدومشون برنده میشن. دیوارا رو یواش یواش میکنیم تا بتونن به هم حمله کنن. جنگشون شروع شد. آیرن گولما و زامبیا دارن و هم هجوم آوردن. میبینین که فعلا آیرن گولما جلو هن. اصلا اتفاقی نیفتاده. آیرن گولما جلو هن. یه نصفی از آیرن گولما عقب وایستاده و نصفی از اون زامبی هم اون عقب. نصفشون عقب وایستاده. این جنگشون به کجاها میرسه. فعلا که همینطور زامبیا دارن یکی یکی میرن. یه دون آیرن گولم رفته اون وسط زامبیا. همینطور هجوم دارن میرن تو منطقه آیرن گولما. یکی زامبی اینجا گیر کرده. این آیرن گولم همینطور داره میزنه. من میگم این یکی آیرن گولم میمیره، 100% میمیره. داره فرار میکنه بره پیش افراد خودش تا بتونه زنده بمونه، ولی من میگم میمیره. همینطور داره میره ولی همونجا هنوز بین زامبیا مونده. آیرن گولما که فعلا جلوان و هنوز فکر نکنم کسی از آیرن گولما مرده، ولی زامبیا خیلی ازشون مرده. یکی از آیرن گولما کشته شد و هنوز یک عالم آیرن گولم مونده و زامبیا هم تو هجوم آوردن داخل منطقه. اینقدر زیادن، نصفشون هم آخر مونده. من فکر میکنم همین یه ذره که هجوم آوردن بتونن اون یه نصفی هم اصلا نرسن، همینا میتونن آیرن گولما رو بزنن. بریم دیواراشون رو بیشتر برداریم که بتونن بیشتر هجوم بیارن و نتیجه رو سریعتر ببینیم که آیرن گولما میارن یا زامبیا. زامبیا از این ورم دارن وارد منطقه آیرن گولما میشن. این ورم بکنیم. زامبیا همینطور دارن میرن و او آخرم آیرن گولما موندن و زامبیا راه خروجی بهشون نمیدن و همونجا نگرشون داشتن. بریم ببینیم آیرن گولما در چه حالن. آیرن گولما وضعیت سختی دارن. زامبیا نصفشون هجوم آوردن و با همون نصفی دارن برنده میشن. همونطور که میبینی آیرن گولما یکی یکی دارن میمیرن. نتیجه رو باید ببینیم که آیا چی میشه. این نصفی هم حتی نیاد من میگم زامبی برنده میشن. حالا باید نتیجه رو ببینیم. یه ذره هجوم آوردن به آیرن گولما، ولی اگه شب بشه 100% زامبیا میبازن. اگه روز بشه اگه روز بشه 100% زامبیا میمیرن و آیرن گولما برنده میشن. اگه بتونن طاقت بیارن تا صبح. فعلا که خیلی جلوان زامبیا و اون نصفی اصلا حساب نیستن جزو بازی. و حتی اگه بیان و آیرن گولما ببازن به نفع آیرن گولما حساب میشه. اون نصفی اصلا حساب نیست، چون همین یه ذره داره آیرن گولما رو نابود میکنه با اون نصفی 100%. حالا ببینیم این نصفی چه کار میکنن. یه ذره نصف رو ببینیم چه خواهند کرد. فعلا که آیرن گولما همینطور یکی یکی دارن میمیرن. یکی هم گیر کرد و مرد. چند هم رفتن رو دیوار که آیرن گولما زدنشون. آیرن گولما کم کم دارن قدرت میگیرن، ولی هنوز
زامبیا خیلی و بیشترشونو دارن میزنن. اون نصفیه اونجا اصلا تکونم نخوردن. کم کم داره روز میشه. گلما یک ذره دیگه میخوان دوام بیارن. یک ذره دیگر دوام بیارن. برنده این رقابت میشن. آیرن گلما همینطور دارن دمیج میخورن. زامبیا زیادشون مرده ولی هنوز زیادترشون مونده. آیرن گلما همینطور یکی یکی خیلی جونشون کمه. آیرن گلما یکی یکی دارن میمیرن. اوه مجبور شدن از بین زامبیا بیان بیرون. کم کم داره روز میشه. دارن از بینشون در میان. به نظر من دیگه مردن آیرن گلما حتی به طلوع خورشید هم نمیرسه. فکر کنم 6 تا از آیرن گلما موندن و همه اینا مردن. یواش بریم آهنا و گوشت زامبیا رو جمع کنیم که خیلی زامبی آیرن گلم کشته شده. بریم آخر چی میشه. کلا 4 تا آیرن گلم مونده. 2 تا دیگه بمیرن بازنده میشن. فکر نکنم تا اصلا به طلوع هم بکشه این 2 تا میمیرن. یکیشون مرد و یکی موند. خب زامبیا که برنده شدن. ولی اگه شما بیشتر از این ویدیوهای میخواین داخل کامنت ها بنویسید و بنویسین که رقابت بین کدوم ها رو بذارم، کدوم یکی 2 تا رو بذارم که با هم رقابت کنن و تعداد هر کدوم با اون یکی هم بنویسید. مثلا زامبی با هر چیز دیگه یا مثلا اسکلتون با یه چیز دیگه. هر چی که خواستین رو بگین داخل کامنت ها تا من ویدیوشو براتون بذارم.